آقایان میگویند در قرآن نامی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیامده. ما در جوابش میگیم مگر از 2 رکعت نماز صبح شما نام برده شده؟ و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این پیغمبر اکرم هست که آمده نماز صبح را از این آیه استفاده کرده برای مردم تشریح کرد. شما چگونه میگویید آیه غار قسم لفظ جلاله میخورید در حق ابوبکر نازل شده و حال که در آیه غار اسمی از ابوبکر نیامده؟ اذ هما فی الغار. شاید یکی بگی بله حسن علی بگ بوده، حسین گلی بوده، علی بوده، تقی بوده، نقی بوده. شما به همون روایاتی که در ذیل آیه غار استناد میکنید که مراد از آیه غار ابوبکره، ما هم به همون روایات استناد میکنیم که پیغمبر اکرم معین کرده قطعا علی بن ابی طالب را. شما ببینید در آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله، ولی امر شما خداست و رسوله و پیغمبر اوست، والذین آمنوا و یقیمون الصلاة و هم راکعون. دومین کسی که ولایت امر شما به عهده او هست اون آقایی که اونجا نماز میخواند و در حال رکوع انگشتر به سائل میدهد. ببینید یکی از بهترین روش را قرآن برای تعیین خلافت معین کرده. اگر میگفت علی، میگفتن علی خیلی زیاده. علی بن ابی طالب، یک علی بن ابی طالبی پیدا میکردن میگفتن مراد علی بن، ولی قرآن آمده تعیین به وصل کرده. اون فردی که نماز میخواند و در حال رکوع انفاق میکنه. و با این ویژگی شما تاریخ رو ببینید، یک نفر غیر از علی بن ابی طالب مصداقی ندارد. نه کسی ادعا کرده من در حال رکوع صدقه دادم و نه کسی همچه چیزی را در تاریخ نقل کرده. در اینجا شخصیت‌های بزرگی مثل ابن عباس، عمار، سلمة ابن کهیل، مجاهد، سدی، ابو جعفر، عتبة ابن حکیم و ده‌ها صحابی دیگر، اباذر، اینها نقل کردند این آیه در شأن علی بن ابی طالب نازل شده. بزرگان تفسیری، تفسیر طبری که خود ابن تیمیه میگوید تفسیر طبری از تفاسیر معتمد ما اهل سنته، سیوطی در در المنصور، قرطبی در تفسیرش، ابن جوزی در زاد المسیر، حسکانی در شواهد و تنزیل، جساس در احکام القرآن، ابن کثیر در تفسیرش، همه گفتن مراد از الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون علی بن ابی طالب. جالب این هست قاضی عزالدین ایجی از بنیانگذاران کلام اهل سنت میگه و اجمع ائمة التفسیر ان المراد علی علیه السلام. اجماع دارد پیشوایان علم تفسیر که مراد از این آیه علی بن ابی طالبه. این رو از علامه حلی نقل میکنه و ردم نمیکنه. این قانون محاوره است، اگر مطلبی را فردی از کسی نقل کند و رد نکند به منزله قبول او هست. این قضایایی است کاملا روشن و واضح. این رو قاضی عزالدین ایجی در کتاب المواقف صفحه 405، علامه تفتازانی در شرح مقاصد جلد 5 صفحه 170، علامه گوشتی علاءالدین در شرح تجرید الاعتقاد صفحه 368 نقل کردند. آلوسی وهابی صاحب کتاب روح المعانی میگوید غالب الاخباریین علی ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه. غالب مورخین بر این باورند که این آیه درباره علی بن ابی طالب نازل شد
در اون لحظه ای که علی انگشتر به سائل داد. جالب این هست آقای فخرالدین رازی امام المشککین در تفسیرش روایتی آورد. خلاصه روایت اینه که پیغمبر اکرم بعد از نماز دست بلند کرد، خدایا برادرم حضرت موسی از تو طلب کرد که برادرش هارون را خلیفه او قرار دهی و سخن او را به اجابت رساندی. من هم پیغمبر تو هستم، از تو تقاضا می کنم کسی را به عنوان جانشینی من معین کن. میگه دعای پیغمبر تمام نشده، آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله آمد و حضرت دید که حضرت علی ابن ابی طالب در گوشه مسجد انگشتر به سائل داد. این مطلبی است که بزرگان اهل سنت مثل فخر رازی در تفسیرش جلد 12 صفحه 26، ثعلبی در تفسیرش جلد 4 صفحه 80، ابن مردوی از متابعین هست، از اتباع هست، در تفسیرش صفحه 295، حسکانی در شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 229 و دهها عالم سنی در کتابهاشون این قضیه رو نقل کردن که اصلا شأن نزول این آیه 55 این بود که پیغمبر از خدا خواست همان گونه ای که خدایا تو هارون را خلیفه برای موسی قرار دادی، برادرم علی را هم خلیفه من قرار بده. و در اینجا هم بحث انما ولیکم الله، ولایت خدا چگونه است، ولایت پیغمبر چگونه است، ولایت علی ابن ابی طالب هم همونطوره. گرچه در اینجا سخن زیاده که اگر بخوایم حق مطلب را ادا کنیم ما باید 10-12 جلسه در رابطه با این آیه صحبت کنیم.